سلام خدمت دوستان عزیز. امروز اومدیم با آموزش ساخت زایشگاه ماهیان اکواریومی مخصوص ماهیان کوپیمو. برای تهیه زایشگاه ابتدا دو تا ظرف پلاستیکی، حالا فرقی نمیکنه ظرف باشه چه به درد نخور باشه، من مثلا از ظرف حلوا شکری استفاده کردم. دو تا ظرف، یکی بزرگ یکی کوچک رو انتخاب میکنیم. ظرف بالایی رو توسط حویه سوراخ کرده، به این شکل مشاهده میکنین توسط حویه سوراخ ایجاد کرده تا بعد از زایمان ماهی‌ها بتونن برن داخل قایم بشه. بعد از اینکه این سوراخ ها رو ایجاد کردیم، دو تا ظرف رو توسط چسب حرارتی به همدیگه وصل میکنیم. لبه ها رو میپوشیم که ماهی ها نتونن فرار کنن. چسب زده. بعد برای اینکه بتونیم این زایشگاه رو نصب کنیم به آکواریوم، توسط این چسبانک ها به بغل جا باز کرده و میچسبونیم.